اگر تاجیکستان آفتابی را به تاج شاهی مرصع شباهت دهیم، به شبهه از نادرترین و قیمتترین الماسش بدخشان کوهی است. گویند هر کسی که پامیر را ندیده است دنیا را نمی‌داند و هر که در قلبش نبود پامیر را نمی‌داند. حق است و راست. آن را پایه مهر و بام جهان خواندند. اما برای درک نوشته آنها روز چند در بدخشان می باید بود و با تاریخ و سنت و رسوم و عنعنه های نجیب مردم بدخشان از نزدیک می باید شناس شد. در پیش ما را حکایت‌های جالب از یادگاری‌های تاریخی، طبیعت راه‌افزا، گل و گیاه و چشمه‌های شفابخش و هنر و صنعت والای مردم آزاده وخان باستان انتظار است. ما این همه را با هم خواهیم دید، اما با نوبت. ابتدای تابستان در راه به سمت پامیر مهمانان و سیاحان زیادی برون مرزی را میتوان دید. همه روزه مهمانان زیادی برای تماشا و سیاحت به اینجا می آیند. چه جای تعجب! ایام گرما خاصا موسم تابستان برای سیر و سیاحت و تماشای کوههای بلند و پراسرار برای سیاحان داخل و خارج کشور خیلی مساعد است. همزمان منظره‌های دلفریب تاجیکستان و کوههای آسمانبوس بدخشان قلب آنها را بر وقت تسخیر کرده است. وخان باستان یکی از کهن‌ترین مناطق تاجیکستان صاحب استقلال است. تاریخ این گوشه کوه منظر کهن و پرغناوت است. مردم این گوشه کوه منظر راهی تاریخی دور و دراز را طی کرده یکی از سرآمدهای قوم آریایی ها به شمار می روند. وخان یا خود وخشو اصطلاح قدیمی است و معنای سرزمین رود و دریاها را دارد. در گذشته قلمرو وخان در میان کوههای آسمانبوس پامیر و هندوکش کنار دریای آبی وخان و پنج جای داشت. ساکنان تهجایی آن را وخوتن می نامند. الحال وخان کهن را دریای پنج به دو قسمت جدا می کند. یکی با نام ناحیه اشکاشیم در هیئت ولایت مختار کوهستان بدخشان جمهوری تاجیکستان و دیگری در مضافات بدخشان افغانستان با نام ولسوالی وخان معروف است. در قرن 20 تقریبا 90 سال پیشتر در عهد اتحاد شوروی در هیئت ولایت مختار کوهستان بدخشان جمهوری تاجیکستان ناحیه‌های روشان و برتنگ، شغنان و راشد قلعه، وخان و مرغاب تأسیس یافت. سال 1935 ناحیه وخان به ناحیه‌های وخان و اشکاشیم جدا گشت. ثانیاً سال 1948 ناحیه‌های وخان و اشکاشیم یکجا شده نام اشکاشیم را به خود گرفت. قسمت بیشتر ساکنان این ناحیه را وخانی‌ها تشکیل می‌دهند که بجز لفظ مادری خیگزیک با زبان شیوایی تاجیکی حرف می‌زنند. از دوشنبه تا ناحیه اشکاشیم تقریباً 700 کیلومتر راه است. اما تا مرکز ناحیه اشکاشیم راهی دراز، خم و پشته‌های بیشمار و دیه و موضع‌های آباد و خرم را می‌باید پشت سر کرد. کنار راه تخت و هموار از یک طرف سلسله کوه‌های بلند و خموش، موضع‌های آباد و از دیگر طرف در سمت راست دریای پنج گاهی پهن و پریشان و گاهی به هم آمده به پایان سر و زیر می شود.
ده و دره‌های آباد و سرسبز وابسته به موقع جغرافی نام‌های به خود خاص دارند. نام‌های غلطی و غیرعادی هنوز از قرن‌های گذشته وابسته به یگان روایت و حوادث و یا مشاهده‌های مردم سالار کوهمنظر در خیال و تفکرشان تولید شدند. دشت اندراب، سیست، برشار، زموتک، ورنگ، ویچکود، زانگ و لنگر از همین زمره. دشت اندراب از زمره دهه‌های کهن بنیاد است و با ساکنان آزاده و فاضلش در ناحیه و برون از آن معروف است. آن در سمت راه اشکاشیم در کنار چپ ساحلی دریای پنج جای دارد. دشت اندراب خیلی هم خوش آب و هوا و سرسبز و خرم است. درختان عظیمی سفیددار و زربید و چنارهای گرد و اطراف دهه آن را شهامتی تازه دادند. دهه با خم و دره‌های سبز، آب و هوای معطر، درختان گوناگون و طبیعت دلآویزش بسا زیباست. حق نظر صابیروف را در دهه دشت اندراب و برون از آن چون آموزگاری اصیل میشناسند و احترام میکنند. او فاکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است و بیشتر از 20 سال باز به خوانندگان درس خودشناسی و وطن دوستی می‌آموزد. آموزش تاریخ و مدنیت، فرهنگ و هنر گذشتگان از فضیلت بهترین آدمی است. خرد و دانش در همه دور و زمان زینت و پیرایه انسان است و بهتر از خدمت مردم دیگر چه عملی بوده میتواند. اظهار می‌دارد حق نظر صابیروف. اشکاشیم در سر تاستر نه فقط تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم نیز مشهور و محبوب است. یک چیزی که تاجیکستان را مشهور و محبوب و دانستنی کرده است و معرفی کرده است به نه فقط تاجیکان بلکه جهانیان، این تاریخ قدیمه داشتن این مرز بوم است. این سرزمین همیشه در حیات سیاسی و اجتماعی و تاریخی و فرهنگی همین منطقه نقش بازی کرده است. در این منطقه همیشه نفرای زندگی کردن که اونو اهل فضل بودن، هنر بودن، فرهنگ بودن و اونو ایجاد کردن. با واسطه ایجادشون گنجینه فرهنگ نه فقط تاجیک بلکه بشری را متا غنی کردندن. پایینتر از دشت اندراب قدقد دریای پنج در دهه 30 است. کنار راه چشمه با طعم و لذت غیر عادی جوشیده می ایستد. آن را مردم تهجویی چشمه نرزن می نامند. چشمه نرزن موسمی است. طبق قصه و مشاهده های مردم تهجویی و روزگار دیده اگر آب دریا پس شود چشمه هم خشک می شود. عجیب. همزمان آب چشمه در ظرف پلاستیکی طعم و مزه‌اش را گم می کند. بالاتر از دهه 30 است در دهه برشار کنار راه چشمه دیگری هم فواره می زند، اما طعم و لذتش تماما دیگر است. در دهه 90 نه تنها از لطافت طبیعت اطراف لذت خواهی برد بلکه از دیدن موضع‌های مدنی و تاریخی نیز بی‌نصیب نخواهی ماند. اصطلاح نمدگود از زبان قدیمه نمدگت باقی مانده، معنایش جای عبادتگاه است. در اینجا یادگاری‌های تاریخی کم نیستند. رابلد ما دکتر علم‌های فلسفه پروفسور عبدالمحمد هلالی اصلاً جامعه شناس و مورخ است.
او فاکولته تاریخی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی و ثانیاً دانشگاه کمبریج بریتانیای کبیر را با اختصاص خاورشناس ختم کرده است. آموزش تاریخ وطن را خیلی هم دوست می‌دارد. البته این یک امر طبیعی است زیرا او آموزگاری اصیل است. او در مورد آموزش و تحقیق تاریخ وخان باستان نیز مقاله‌های زیادی علمی به نشر رسانیده است. مقاله‌های علمی قلعه‌ها، معبدها و کاروانسرای‌ها در قدقد راه ابریشم، وخان تاریخی در روایات و تاریخ، میرگری وخان در آخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 به قلم او تعلق دارد. یکی از یادگاری‌های کهن تاریخی قلعه معروف قهقه است. قهقه در اشکاشیم کهن‌ترین موضع تاریخی است. بنیاد آن را به عهد کوشانیان به عصر 2-3 پیش از میلاد منسوب می‌دانند. قلعه چون یک ساختار دفاعی از عصر 2 تا میلاد تا عصر 7 میلادی پای برجا بود قصه می‌کند او. قلعه قهقه یا که قلعه نمدگود اصلا از خشت خام ساخته شده است. موافق گفتیم معلومات‌های باستانشناس یا آرکئولوژی مشهور تاجیک بوبویف، این قلعه درازیش 750 متر 750 متر درازی و 280 متر پهنایش همین قلعه را در بر می‌گرفته است. خب چه گفتیم اصلا برای هدف مدافعی ساخته شده است. یعنی در این قلعه فقط عسکران زندگی می‌کردند. این قلعه از 3 بخش عبارت بوده است و یک مرکز که در پایان است سیتادل میگن. خب در سیتادل مرکز قلعه وجود داشته است. خب و چطور که می‌بینید از عصر 3 میلادی پیش از میلاد و 1 میلادی تا به امروز هم باقی مانده است. حاکمان این محله از مردم محلی بوده هستند. یکی از خصوصیت‌های خاصی شاهان کوشان آن بود که هر که جایی را که گفتند از زیر تصرف خودشان می‌درآوردند، حاکمای محلی را به سر خودت می‌آوردند و یگانه چیزی که از آن طلب می‌کردند برایشان باج و خراج می‌سپردند. دیگر این حاکمان یا مثل قهقه و مثل زنگیبار که ما از آن دیدن خواهیم کرد بعدتر، حاکمان محلی بودند و از حساب گفتیم تاجرانی که از ایران می‌گذشتند انداز می‌گرفتند، از سیاحان و از راهبان بودایی چی میگفتن؟ باج خراج میگفتن و یک قسمت از این رو به شاهان کاشان تسلیم میکردن. قلعه قهقه در ساحل دریای پنج بالای بلندی کوهپاره پهلوی دریا طول کشیده قد افراخته است. قلعه یکی از جالبترین نمونه قدیمه بدخشان کوهی است. بنیادگران قلعه آن را با نظرداشت حفظ و امنیت طور انتخاب کردند که از مناره‌های قلعه استوار 4 طرف قلعه به خوبی دیده می شود. آن از 2 دیوار روبروی پای دیوارش سنگین و دوامش از خشت خام بنیاد شده است. ته کرسی دیوار و برج‌ها از خار و سنگند. بخش اساسی دیوارها از قطعه‌های پاخسه تا 80 سانتی متر و خشت خام عبارت است. قلعه در بالای سنگ مستحکم بنیاد یافته قابلیت مدافعی را علاوه و طرف جنوب را حفظ می‌کرد. اما به خاطر محافظت بهتر در قلعه دیوار مستحکم و 56 مناره دیگر ساخته شده است که بیشترشان در طرف شرق و غرب قلعه جای گرفته‌اند. دروازه قلعه در سمت شمال جای داشت. نه چندان دورتر برون از دیوار مناره‌های گرد و 4 کنجه را می‌توان دید. طبق معلومات‌های تاریخی در گذشته شماره آنها تا 59 عدد می‌رسید. دیوار و مناره‌ها تیرکش‌های به 4 سو نگاه کننده دارد. قلعه از قسمت شمالی، جنوب و غربی و جنوب و شرقی عبارت بوده، از هر یک 3 طرف دروازه‌های محتشم داشته است.
طبق معلومات تاریخی مرکز وخان در عصرهای 4-5 میلادی در این قلعه مستحکم و استوار جای داشته با نام سایگشین معلوم بوده است. من بعد اصطلاح سایگشین شکلی سکاشین یا خود ایشکاشیم را میگیرد. نام قلعه غیر عادی است. طبق روایت در گذشته شاهزاده با نام قهقه در اینجا حاکم بوده است. از این رو قلعه نامی او را گرفته است. در آسیا مرکزی و کشور آریایا انا خوبی شاه‌ها رو قهقه میگفتند. خب امروز در بسیار جاهای دیگر هم مثلا در جاهای تاریخی ما در آسیا مرکزی و بیرون از آن قلعه‌ای هستند که به نام قلعه قهقه مشهورند. یعنی تنها خاصی وخان نیست. یعنی از اینجا گفتم میتونیم که این فقط نام آدم نیست. دوم فرضیه است که قهقه گفته این ربط دارد به واژه قاه، یعنی قصر، کوشک، قلعه، این معنی را هم دارد. خب معنی سیومش است که قهقه در عربی وقتی که نفری که راه میگردد و پاش صدا میکنن قه گفته اون رو قه میگفتن. یعنی در زبان معلم اگر شما دقت داشته باشید قهقه نمیگن، قهقه یعنی قهقه اون نفری که وقتی راه میگردد پاش غریچ صدا میکند میگفتن. اینجا دلیل است. به چه خاطر؟ موافق باز همون روایت های مردمی گویا که قهقه یک شخصی بسیار عظیم جوسه بوده است. عظیم جوسه قریب 5-6 متر گویا بوده است و وقتی که راه میگشته است پاش صدا میکرد. یعنی این از روی همین واژه شناسی اگر بگیریم ممکن به اینم ربط داشته باشد. لیکن من شخصا طرفدار اما عقیده هستم که قهقه نام شخص نیست. یعنی شخص علایده نبوده، بلکه این وابسته یا به نام شاه است، یا به نام قلعه است، یا به نام اما روایت مردمی که قهقه یعنی نفری که راه میگرد و پاش صدا میکنن به این دلیل. برای که دیگر خواهرش زلشم است، زلخمار است، در بالا زنگیبار است، زمر است. زمر آتش پرست میگن. خب اینا به یکدیگر خویشتباری دارن، برادر و خواهر هستند و یکی از برادرها این موافق روایت ها و موافق بعضی معلومات های تاریخی در درواز به نام شهشهه، قهقه و شهشهه و زنگیبار و زلخمار اینا برادر و خواهر بودند. اندیشه دیگری نیز رایج است که قهقه در عهد قدیم معنای قلعه را داشت، به خاطر که باشندگانش لباس سیاه داشتند آنها را سیاه پوشان میگفتند. موافق معلومات های مردمی، روایت های مردمی در این قلعه شاه با نام قهقه زندگی میکرده است و از آن طرف دریا در وخان افغانستان باز روبروی این قلعه دیگر هم وجود داشته است که خواهر قهقه به نام زلشم زندگی می‌کرد. در روایت‌های شفاهی مردم اونا رو گبرکان هم باز میگن. چخیل که میگن گبرکا اینا یک واژه است که در نسبت زردشتا یکی از خصوصیت‌های به قول همون روایت است که اونا لباس سیاه می‌پوشیدن، به همین خاطر اونا سیاه‌پوش میگفتن، لباس سیاه می‌پوشیدن و بعضی المنت‌های دینی زردشتی به مثل آتش رو چی می‌کردن؟ پرستش می‌کردن. خب بعد لیکن باید گفت که ما معلومات دقیق نداریم که آیا قهقه زردشت بود یا خیر. با او خاطری که موافق معلومات علمی پرستش آتش فقط صفر گفتیم خاصی مذهب یا دینی زردشتی نیست. یعنی در دیگر مذهب‌ها یا دین و ادیان پیش از اسلامی هم عنصرهای آتش پرستی وجود داشتند. آفتاب می‌پرستیدند، ماهتاب می‌پرستیدند. خب الیمنت های زردشتی وجود داشت. در طرف بالاتری وخان از اون دیدن خواهیم کرد یک گروه مردم حتی بودایی هم بوده هستند. از بالا در سمت شمال قلعه قهقه گریزگاهی دهه نمدگود را می توان دید. گریزگاه ها به شکل گنبدند. در درآمدشان شکل گیومتری دارد.
یک شاخه راه تجارتی ابریشم از نزد همین قلعه می‌گذشت و ساکنان شهر باستانی با مناطق گوناگون مناسبت استوار تجارتی و اقتصادی و فرهنگی داشتند. شاید با طفیل راه بزرگ تجارت با مقصد محافظت کاروان‌هایی که در دالان وخان از چین به افغانستان و هندوستان رهسپار بودند، قلعه قهقه بنیاد شده باشد. امی شورایی که ما قرار داریم، شورای ابریشم، یک شاخه خیلی مهمش بوده است. بچه خاطر نمیگم مهم بوده است. خیلی راه به خطر بوده است. راهبان بودایی از چین توسط امی شورا این امی جا می رفتن، اشکاشیم و او طرف به چی می رفتن؟ هندوستان می رفتن، برای که راه آسان بود. این حتی در مخازهای تاریخی، در بعضی مخازهای تاریخی امی شورای وخانه راه بودایی هم میگن، راه بودایی. خیلی گفتن در ابتدا کوشانیا بودیست بودند و در تقریب امی دین بودایی خیلی سخت بودند. مشعلداران اینا یک گفتیم رمز بودن یا یک نشانی بودن که اگر بگوییم که یک با چیزی واژه امروزه یک واسطه اخبار خبر میکردن صاحبان قلعه ها رو از خطر آمدن دشمن. روزانه دود میکردن در بالای قلعه بالا، اگر دود میکردن، اگر مثال در این نمدگو دود میکردن در یمچون میدیدن که دود یعنی که دشمن ممکن در اشکاش اومده باشد، یعنی او چی قلعه باید تیارشون ببینن که دشمن آمد. در شب چی میکردن؟ در شب آتش گلخن میافروختن. همین گلخن که افروختن او قلعه دیگر پاسبانا داشتن، میدیدن که دشمن میومد تیارشون میدیدن. الحال از قلعه عظیم و استوار تنها خرابه ها باقی مانده است، اما از روی پای دیوار و طرح قلعه معلوم می شود که زمان قلعه خیلی با شهامت و با شکوه بوده است. ما پایین می شویم و از کنار دوباره به قلعه مستحکم و استوار نظر می دوزیم. بله، قلعه قهقه با گذشت قرنها تا اندازه شهامت و وقارش را نگاه داشته است. سیاحت در کوهمنظر در میان کوههای ساکت و خاموش که شاهد هزاران حوادثند پای پیاده خوشتر است. از طرف راست دریای پنج ساکت و آرام مجرا جسته فاصله زیادی وادی را با پهنایی فرا میگیرد. سیل‌های زیادی که از کوه می‌فرایند توانسته است که آن را به سمت ساحل مقابل تنگ نموده مجرای آن را به چپ و راست روانه سازد. در مساحت زیاد ریگزارهای فراخ به نظر می رسد. در موسم کمابی بهار و تیر ماه و زمستان ریگزارهای گسترده اوریان و با قوه بادلیس می شوند. ذره‌های ریگ به بلندی بالا شده به سمت دهات هر دو ساحل می کوچد. قد راه و در بیشتر جزیره‌چه های دریا رستنی های زیاد و درخت و بوته های انگت رویده ریگ و خاک را از اراضی حفظ می کنند. قصه اعجوبه نیکسیریش که در بر کوه خانه دارد افسانه شیرین ایام کودکی را به خاطر می آورد. آن واقعا در بر کوه ایزی عجیبی را می تواندید که با کف پای انسان شباهت دارد اما خیلی بزرگ است. آن در نظر چون در خانه پوشیده می تابد. در گذشته دور آن را خانه دیو می گفتند و باور هم داشتند که اعجوبه نیکسیریشت بیشتر خواهش های مردم را اجرا می کند. قصه های مردمی عجیب و شیرینند و شاید حقیقتی هم در خود داشته باشند. دهه زموتک
از جمله دهه‌های کهن‌بنیاد و با ساکنان زحمت‌قرینش در ناحیه و برون از آن معروف است. و خیلی درخت‌های نادر هستند که در یگان منطقه تاجیکستان آن را مشاهده کردن ممکن نیست. موافق بعضی روایات فقط در هندوستان هستند و این درخت‌ها خیلی شمارشون کم مونده است که شما می‌بینید. دهه زمود که خوش آب و هوا، سرسبز و خرم و با درختان زیبای نادرش معروف است. ساکنان محلی این درختان نادر را پیخ می‌نامند. این درختان کم شمارند، از این رو به کتاب سرخ تاجیکستان وارد شدند. یادگاری‌های تاریخی واخان باستان بیشتر در سر راه، در سمت راه حرکت، قطقط دریای پنج در بلندی‌ها جای گرفتند. طبق اندیشه مورخان، بنیاد قلعه‌های عظیم و استوار با مثل قهقهه، یمچون و حصار بیرون از قدرت خانگری واخان بود. آن را تنها دولت متمرکز چون کوشان کبیر ساخته توانست و با مقصد سیاسی و حربی، اقتصادی و تجارت آنها را در بلندی‌ها جای داد. یکی از آنها قلعه یمچون است. قلعه یمچون در دهه ویچکود در حدود جماعت دهاتی واخان قرار دارد. از دو طرف قلعه رودخانه‌های کوچک یمچون و ویچکود جاری است. میانی ساکنان دهاتی نزدیک قلعه اطراف یمچون و حاکمان آن روایت‌ها زیادند. طبق روایت آنها حاکمان قلعه یمچون برادران قهقهه و زنگیبار بودند. قلعه یمچون در بالای تپه در نشیب قطارکوهای واخان بنیاد یافته، از طرف شرق در غاب یمچون و از غرب در ری ویچکود آن را احاطه می‌کند. قلعه یمچون در بلندی بیشتر از 2500 متر از سطح بحر قد کشیده است. از بلندی طرح سه کنجه قلعه را میتوان مشاهده کرد که از سه قسمت عبارت است. تکیه‌گاه اول قلعه و ارتشخانه را در بر میگیرد. آنها با دیوار بلندی که تا 1.5 متر پهنایی دارد احاطه شده‌اند. دو تکیه‌گاه دیگر برای مسئله‌های حربی مخصوص گردانیده شده است. گردوگرد دیوار 36 مناره گردشکل بنیاد یافته بود که در آن زمان خیلی استوار محسوب می‌یافت. درازی دیوار قلعه 950 و برش 400 متر را تشکیل می‌داد. تحقیقات‌های باستانشناسان ثابت می‌کند که قلعه‌های مذکور از جمله دیژی یمچون در قرن‌های 3 و 1 پیش از سالشماری میلادی بنیاد شدند. این قصر هم به مثل قلعه نمادگود برای دفاع از رای ابریشم که از طریق واخان به باختر و از آن طرف به هند و چین می رفت ساخته شده است. یکی از خصوصیت‌های خاص قلعه یمچون در آن است که این قلعه در مقایسه با قلعه نمادگود که از خشت خام ساخته شده بود، از سنگ ساخته شده است و این یکی از خرابه‌های تاریخی است که در تاجیکستان نوین شباهت ندارد. در بعضی جا حتی دیوارهای قلعه تا 2-3 متر هنوز هم باقی ماندند. البته این به مثل قلعه نمادگود یک قلعه حربی بود و در اینجا سپاهیان کوشانیان می ایستادند تا شورای ابریشم را از اینجا نظارت کنند.
دیوارهای قلعه دو قپته و خیلی مرکبند. میتوان گفت که در بنیاد قلعه استاهای ماهیر و بالایاقه جلب شدند. قسمت بیرونی قلعه تا 2 متر درازی دارد. آن از سنگ‌های تخت شکل هموار بنیاد یافته با خاکه ریگ و قم آمیخته شده است. قسمت داخلی دیوار قلعه هم با سنگ اما با سنگ‌های خرد چیده شده است. بنیاد قلعه کهن تمدن قدیمی مردم ما را دلیل است. الحال از تمام قلعه کهن تنها تاخانه‌های بالایی آن باقی مانده است و خلاص. باید قید کرد که برای بنیاد قلعه همچون با طرح 3 کنجه بهترین موضع انتخاب شده است. نشیب کوه از دو طرف توسط دره‌های چخور دریاها حفظ می شود. از اینجا تا به قلعه رفتن امکان دارد. طرف سیوم نشیبی دارد که در آنجا سلسله دیوار و مناره ها جای گرفتند تا سطح پست را گم کنند. الحال قسمت باقی مانده قلعه تقریباً 300 متر میدان مربع را در بر میگیرد. طبق معلومات تاریخی قلعه همچون در گذشته دور 75 هکتار مساحت داشت. دیوارهای قلعه از سنگ برچیده شدند. احتمال می رود که بیشتری از سنگ‌های گوناگون از راه دور آورده شدند. در نتیجه تحقیقات در طرح و بنیاد دیوار معین گردید که در بنیاد دیوار قبط تنوک هیزم نیز علاوه گردیده است. این عمل در حالتهای زمین لرزه و دیگر آفت‌های طبیعی قلعه را استوار و قوت می‌بخشید. اما لحاظ استراتژی، اما لحاظ جغرافی اگر خوب تماشا کرده باشید، قلعه زنگبار در بین قریب که 3 دریا جایگیر است. از این طرف دریای یمچون، از این طرف دریای یژوک میگن و دریا اساسی دریای 5. یعنی هدف استراتژیش در چیست که در مابین 3 تا قرار دارد و اگر دشمن میخواست در گذشته این قلعه را گیرد براش خیلی دشوار می بود. این کاری که میبینید تیرکش، یعنی اون سوراخی که سر اینا تیر میگذراندن از 4 طرف قلعه، 4 طرف گرداگیر قلعه جایگیرن و باز در کنج هر یک اینا 4 طرف اینا باز توپخانه ها موجودند. این قلعه اصلا چیزی که در ابتدا گفتم هدفی حربی داشت، یعنی محافظتی روی ابریشمی وخان. از همین بالا اگر نگاه کنید حتی از تا قریبی که سرعت وخان دیده می شود و پایان تا اگر خطا نکنم تا طرف قلعه نمدگو دیده می شود. در یک بلندی خیلی جالب جای گشته است. اساساً گرداگرد این فقط چیزهای مدافعوی جای گیرند، همون تیرکش هایی که ما گفتیم، یعنی فقط هدف مدافعوی و بین آنها یک مسافه خیلی کوچک برای زیستی سربازان، با اصطلاح روسی کازارما که ما میگیم جایگیرند و شماره نه چندان کلانی عسکرها در اینجا سکونت میکردن و به حساب میان تخمینا 100-200 نفر کم زیاد نبودن. هنگام پا ماندن با این خاک کهن بنیاد کسی یک باره به قرنهای گذشته برمیگردد. گویا به گوش از 4 طرف آواز نیاگان میآید و نظر میرسد که آنها در همین گرد و اطرافند.
بالای کوهپاره‌ها هرگذر و کارنامه‌های آنها را می‌توان به خود تصور کرد. ناحیه اشکاشیم سرزمینی رود و دریاچه‌های کوهی و چشمه‌های زیاد گرم و خنک و طبابتی است. فواره‌های زیاد کوهی و چشمه‌های شفابخش از ثروت‌های قیمت و بایگری‌های بی‌بهای این دیار است. چشمه‌های اوج، یمچون و زانگ، گرم چشمه و چشمه بیبی فاطمه زهرا در طبابت و دوای مردم از قدیم الایام این جانب شهرت یارند. چشمه‌های شفابخش دارای ترکیب خاصی کیمیایی و به بیشتری از دردها دوایی. عجیب، در پایین آبی دریاچه کوهی سرد و خنک مجرا می‌جوید، اما بالاتر در بغل کوهی استوار از قلبی تخت سنگی بزرگ و مستحکم آبی گرم، نرم و ملایم به بیرون می‌شورد. چشمه گرم در میان مردم با نام چشمه بیبی فاطمه زهرا معروف است و چشمه گرم برای طبابت از داخل و خارج مملکت سیاحان زیادی می‌آیند. چشمه مذکور در طول هزار سالها برای استراحت و طبابت مهمانان و سیاحان زیادی داخلی و برون مرزی موضعی دلربا و دلاویز به شمار می‌رود که در طول سالهای زیاد شهرت و مقام این موضعی عجایب و دلاویز را به اقصای عالم بردند. بزرگی اشکاشیم باز است که در خطور آثار تاریخی بدن باز طبیعت ارزانی کرده است. برای ما همین چشم‌ها داده است، چشم‌های گرم هستند، چشم‌های خنک مینرالی هستند. در مجموع دایره تحقیقات دکتر شیرین بک است در سر تا سر اشکاشیم 42 چشمه وجود دارد، گرم و خنک مینرالی و شفا بخش. خب یکیش گرم چشمه است و یمچون است، یکیشون خله چشمه اوج است. این چشمه بسیار مشهور تحقیقش از کتابم درباره‌اش نوشته است و چشمه است که بیشتر برای بصیرت، قوه بصیرت و چی دارد و برای عضو تکیه‌گاه، دست پا و کمر و باز برای نفرایی که زنای گرفتار کسل مرض بی‌ضرورتی است برای اونا کمک میکنه. ستایش زیادی آب و هوای دهه یمگ، رصدخانه و آثارخانه مبارک و خانه و درامان کرد تا به تماشایش رفت. دهه یمگ در حقیقت هم خوش آب و هواست. درختان عظیمی زربید و سفیدار شهامتش را افزوده است. رصدخانه یمگ در عصر 19 از طرف دانشور ممتاز، عالم علم نجوم، موسیقیدان و ستاره شناس مبارک و خانی بنیاد یافته از قسمت‌های سنگین برای مشاهده چله سنگ، حملخانه، دروازه و سنگ آفتابین عبارت است. رصدخانه مبارک در نظر اول خیلی عادی است. یکی از آنها سنگ آفتابین نام دارد. آن از سنگ سه کنجه شکلی سوراخ که در همواری ده جا گرفته است و دو تخت سنگ دراز تاریک که آنها را سنگ نشان نام می‌برند عبارت است. آن تا هنوز از جانب مردم دهه برای دقیق نمودن نوروز یا آغاز سال نو شمسی استفاده میشه. همه ساله از ابتدای دهه اول ماه مارد سال دههای دهه یمگ گردش آفتاب و با نشان مبارک و خانه برابر شدن آن را توسط سنگ آفتابین مشاهده میکنند. وارد شدن آفتاب به سنگ نشان آمد نوروز را دلیل است. این حالت را موسفیدان با خرسندی همچون آفتاب به نشان زد یا حمل زد گفته به تمام دهه اعلان میکنند. طبق خلاصه عالمان رصدخانه یمگ در مناطق کوهستان مکمل ترین رصدخانه محسوب می‌یابد. پایین‌تر از سنگ آفتابین آثارخانه مبارک و خانی قامت راست کرده است. آثارخانه مذکور در زمینه یادگاری‌های تاریخی سرشمار دهه و حیات و روزگار مبارک و خانی
سال 1995 به فعالیت پرداخت. آثارخانه قصه‌گوی حیات و روزگار متفکر برجسته، شاعر و نقاش و نجار مبارک وخانی، بازیافت و نگاره‌های تاریخی و صنعت و هنری مردمی وخانی باستان است. مبارک وخانی یگانه شخصی بود که استحصال کاغذ را از نباتات محلی به راه ماند. بنابر روایت‌های مردمی، دانشور ممتاز تمام اثرهای خویش را در کاغذهایی که خود در دستگاه مخصوص استحصال می‌کرد انشا کرده است. صوفی مبارک قدم وخانی سال 1843 در همین زادگاه به دنیا آمده است. خب برای سواد گرفتن علم و دانش سواد اوله را پیش پدرش آموخته است. بعد از اون برای خواب پراتر کردن علم و سواد یگان جا نرفته است، چیزی که در همو چیزای شعر ابیاتاش خودش یادآوری کرده، میگه که گفتم زیواخان سیر کنم تا سر سنگلیج، عمرم هم تای ساخت و به منجان نرسیدم. معلوم میشد که تمام چیزی علم از خود کرده است، در همین چیزی زادگاه خودش یگان جا از اینجا بیرون نرفته است. قریب 7 نمود طرز تیار کردن کاغذ دارد که برای تمام چقدر عالمایی که در دوره سابق شوروی از دانشگاه اکادمی شرقشناسی لنینگراد جو می اومدن، از تمام گوشه دنیا می اومدن برای همه چیزی آموزش تیار کردن کاغذ تیار کنی صوفی مبارک قدم وخانی. بازیافت‌های گوناگون از قرن‌های گذشته در خود حکایت‌های روزگار را نهفتند. باروتدان شکاری، پایافزال و جاموس چرمی، پیلته و ملتقی درازمیل دلیل آن است که در گذشته شکار یکی از شغل‌های اساسی مردمان کوهمنظر بوده است. همزمان اقتصادیات نیز به کشاورزی و شکار و تجارت تکیه می‌کرده است. آثار نفیس و نادر در گلاندازی و نقش‌ها از دوران باستان تا امروز در اسباب‌های روزگار امثال کاسه و طبق، کوزه و دیگر مصنوعات سنگی و سفالی به طور وسیع وامی‌خورند. افضلتر از همه شغل هنرمندان گلدست است که در کوزه و خم و ظرف‌های فلزی و سنگی و سفالی برچیده شدند. اشیاء روزگار چوبین دلیل آن است که هنر چوب تراشی نیز در تمام حدود این منطقه بلندکوه به طور وسیع رایج بوده است. برای ساختن در و تیریزه، سنج و دستک، یوغ و سپار، چوبی توت و زردالو و سیاه بید و زربید استفاده می شد. از نوده‌های رستنی معمول محلی به اصطلاح کلک، سبدهای خرد و کلان برای نگه داشتن نان و میوه خشک، پشم و لباس آماده می گشت. بازیافت و نگاره‌های جالب، عجیب و غیر عادی اند. این دستگاه را ساکنان محلی تینده بافی می نامند. آن برای بافتن و رسیدن گزوار استفاده می شد. گزوار را از پشم بوزی انگاری و گوسفند و اشتر با رعایت رنگ طبیعی پشم می بافتند. از گزوار پشمین خود بافت، چکمن و ابره تکسری، چادر خواب و جوراب و دستبیل آماده می شد. اسباب تینه بافی است که برای استفاده بری ای پشم بوزی منگاری رسمون میکردن و با این رسمون جامو میکردن، کرسه میکردن، شی میکردن، برای خودگی خودشون استفاده میبردن که یک چیزی طبیعی بود که استفاده بریشون برای قلعه بود. این آدمان که هم در طبیعت کار میکردن، هم در طبیعت زیشتر بودن، هم طبیعت این رو قبول میکرد. نمونه سازهای موسیقی سیتار و رباب پامیری شهادت ذوق بلند مردمی سرفرازند. آنها تمام سنت و عنعنه‌های نجیب و فضیلت‌های نیک نیاگان را در سرشت خویش نهفته داشته تا امروز نگه داشتند. باید قید کرد که مبارک وخانی ربابی را با نام بلند مقام یا به اصطلاح مردمی تهجایی بلند زکام را ساخته به میراث گذاشته است که نظر به رباب مقرری کلانتر و دارای خصوصیت‌های به خود خاص است. بلند مقام شکل قالب انسان را دارد و از 19 تار داخلی و بیرونی عبارت است.
شربت حلال خورد به هدف سخت گوشمال خورد. محمد بیگ قربانوف چون یک انعنه زیبا مانند دیگر مردان سالار بدخشانی نوازش ستار را دوست می‌دارد. غزل هم می‌خواند: سعادت جا به هدف هیچ جا نیابد را. منزل و خانه و در و سر و لباس مردمی کوهستان از مردمی وادی‌نشین فرق دارد. سر و لباس ملی و طرز و اصول پیشنهادی آنها از حیات و روزگار آزاده مردمی بام جهان قصه می‌کنند. همزمان طرز و ساخت خانه‌های کهن مردمی بدخشان از ویژگی‌های خاص برخوردار است. اولا آن را استای پامیری طوری می‌سازد که هنگام زمین لرزد دیوارهایش به داخل نمی‌افتد. ثانیاً بام و بالارهای آن را ستون‌های با قوت و استوار مستحکم نگه می‌دارد. ستون‌های با قوت باید حتماً 5 تا باشد. ستون‌های نقشین و مستحکم رمزهای خاص دارند. خانه‌های مردمی بدخشان از بالا هواکش دارد. قصه می‌کند محمد بیگ قربان. طرز ساختار خانه‌های بدخشانی انا حالی ما گفتیم که اساس پیشتر که همو میپشوندن تیر ما میگیم انا همو چیزی طرف پایانی تیر کم تاریخ خمیده میامد با همون خاطری که انا زمین جنبی که میشد یکم خصوصیت همی که اگر زمین جنبی بشد همی دیوارا اگر از اگر دور شن یک همو ستن و همو بالاش همو خیلی میموند. این یکم خصوصیتش. انا دیم خصوصیتی که چهارخانه‌ای که هست بگیم زیادتر هم خصوصیت های دنیوی دخشون دارن، چیزهای طبی دخشون دارن. خواب انا آشخانه همی ما اینو دیگدان میگیم. دیگدان انا دیگدان تا حالا همی فتایی که استفادهش میبریم. هم نان میبندیم هم خوراکی جو میپزیم. انا برای که ما شرایط هایی هستن که وقت هایی میشن که در بیرون ما امکانیت نیست. انا این یک جای تازه، جای پاک، انا همینجا میاریم هم نان جو میپزن، همینجا خوراک میپزن. هنر زیب و زینت، آرایش سر و لباس و متاع میان مردم از قعر عصرهای کهن سرچشمه میگیرد. نقش و نگار پیراهن‌های ملی و دیگر هنرهای نفیس میان مردم اشکاشیم ریشه از تاریخ باستان دارد. معمولا در این عمل بیشتر زنان و دختران هنرورانی ممتازند. هنر زیبای بانوان در دوختن تاقی و خانی، سراستین و گریبان پیش کرتا، کمربند، پیشانه‌بند کودکان و عروسان خیلی خوب انعکاس یافته است. صنعت تاقی دوزی با استفاده از نسخه‌های قدیم و تخیلات هنرمند تکیه می‌کند. در نقش و نگار نشانه‌های اجداد آریایی تا هنوز حفظ شده‌اند. نقش و نگار یک تاقی به دیگری مانند نیست. برعکس گلدوزان، جوراب بافان را در هر یک خاندان ساکنان اشکاشی میتوان واخورد. هنر بلند جوان دختر را از طرز و اصول جوراب بافی بها می‌دهد. البته نه هر کس هنرمندی زبردست به کمال میرسد، اما به هر صورت بیشتری دختران نازنین اشکاشمی از نازکی و لطافت هنر جوراب بافی برخوردارند. آثار نزاکت و زیبایی را در هنر دستی زنان و دختران اشکاشیم در مثال عزیز بیگی میتوان بها داد. او را در دهه یمک و برون از آن خرد و بزرگ پیر و برنا بانوی صاحب هنر میخوانند و احترام میکنند. عزیز بیگیم از زمره بانوان صاحب هنر است. عمل زیبایی او خاندان هر یک دهه و ناحیه را زینت میبخشد. هنر گلدوزی و یا نقش و نگار نه مشاهده بلکه دانش و معرفت است، چنانچه آرایش پیراهن مراسمی و جشنی مراد چون کمربند داماد هدفمندانه به میان میآید، میگوید او.
این تاقین ای دوره باباگی و ماماگین و نمینا رو به استفاده می بردن می دوختن برای شمر، برای عروس، برای خوشبختی. رنگ سبز بنیاد سبز، رنگ سرخ هم خیلی برای روسرخی. این کمربند برای شمر کردن، این کمربند به شمر میبندن برای زیبش. قطعی جامعه اینو میبند، کرتای سفید قطعی میپوشن، با آستیناش میزنن، با پیش براش میزنن، اینو بعد میبندن. کمربند رمز دارد برای بستن میون، بستن کی؟ کمربند برای کمر. این برای عروس میکشن، خیلی میبندن دخترها در تیسک در چی چوربینی میشد اینا رو میدازن. بیشتر عروسا در عید نوروز، در 8 مارت در چی هم اینو میبند. خیلی صورت زمین کشیدگی در اینی آفتاب همه صورت ها در هست. این در موی میبندن، این توپک، این برای عروسا، برای دخترها استفاده اینو میبرد. در توی ایام و چیام استفاده اینو. صنعت نقش و تصویر و هنر گلپرتایی از اساطیر، آیین و فرهنگ پیشین برخوردار است. با وجود عمومیت و تابش‌های منطقی، نقش و نگار عادی ویژگی‌های خود را دارند. عمل دلپذیر هنرمندان گواهی آن است که آنها از طبیعت رنگ‌ها باخبرند. دهه ورنگ دارای یادگاری‌های زیادی تاریخی است. در بین آنها معبد بودایی از دیگر یادگاری‌های تاریخی دیار واخان باستان فرق می‌کند. معبد بودایی در کمر کوه در بلندی ساحل درگاه ورنگ بنیاد شده است. خرابه‌های آن هنوز از کنار دهه خوب به نظر می‌رسد. سیاح می‌تواند از دهه ورنگ تا معبد بودایی پای پیاده راه پیماید. راه دیگری نیز هست، اما آن را می‌باید با فاصله 7 کیلومتر دور زده گذشت. آن دیر بودایی که با عصرهای 5-6 منسوبش می‌دانند. پیدایش آن از روی بازیافت‌های باستانشناسان به عصرهای 5-6 منسوب است. اطراف معبد را دیوار سنگین احاطه کرده است که درازی آن 180 و پهنایش 1 متر را تشکیل می‌دهد. طرح ساخت مناره‌ها گرد شکلند و در 4 کنج دیوار جای گرفته‌اند و به تیرکشند. اندیشه رایج است که معبد بودایی در این منطقه یگانه نبوده است. طبق معلومات مورخ چینی سیون تزیان در ساحل چپ دریای 5 در دهه خندود پایتخت قدیمی واخان نیز چنین دیر بودایی موجود بود که مجسمه سنگینی بودا نیز داشته است. معبد یا دیر بودایی ورنگ به غارهای قدیمی ترکستان شرقی شباهت دارد. در این منطقه ما قرار داریم، دین بودایی موقع خاص داشته است. معلومات های تاریخی راجع به این بتکده خوشبختانه در موادهای قدیمه سرچشمه‌های تاریخی عصرهای 9 و بعدتر و تا عصر 7 در آثار سیاحان خیتایی و سیاحان کره. اونا خودشان هم چی بودن؟ راهی بودن، سفر میکردن، از این منطقه سفر کردن و دایر به این بتکده یا استوپا و یکی از کلانترین معبد یا اینکه اونا ویاره میگفتن در خندوتی واخان افغانستان قرار دارد. او سیاه خیتایی با نام سیوان سیزیان در کتاب سیوکی سخن میکنند، میگه که مردم منطقه واخان اصلا از دین بودایی پیروی میکنند و در این مکان قریب از زیاده از 40 معبد وجود دارد. خب ما تا امروز فقط همین معبد ورنگ رو میشناسیم، میدونیم و یک در خندود، لیکن از اون 40 دانه که سیوان تزیان روایت میکند حالا قریب که آثاری باقی نمانده است. در حدود العالم که در عصر 9 نوشته شده است درباره معبد خندود سخن میکند و میگن که در اینجا یکی از بتخانه‌های کلانترین واخان
قرار داشت و در اینجا بودایا اصلا همون راهبا از چین به ایران و از ایران به هند سفر میکردند و این دین بودایا را پهن میکردند. بالاتر از معبد بودایی خرابه‌های قلعه اصری میانگی است که راهی بین شغنان و وخان را اداره میکرد. در ساحل درگاه ورنگ گریزگاه‌های ورنگ نمایان است. شماره آنها را عالمان 70 عدد می‌خوانند. در درآمد به گریزگاه‌ها دایره شکل و داخلشان گنبد شکل است. در سرگاه معبد بودایی خرابه‌های قلعه دیگری نیز هست که آن را قلعه ورنگ می‌نامند. آن تقریباً در بلندی 1.5 کیلومتر بالاتر از راه ماشینگرد در طرف درگاه ورنگجراو قرار دارد. تمام یادگاری‌های تاریخی ناحیه از جانب گذشتگان حفظ شده از نسل به نسل تا زمان ما آمده رسیدند. خیلی که ممکن میبینه در قفای ما به غیر این ستوپا باز غارا وجود دارند. اونا رو در طریق غارای بودایی میگن. در اونجا راهبا اصلا برای در طول 30-40 روز یک هفته که خیلی شباهت دارد به آیین تصوف که اونا هم در 40 روز چیله میشتند و با طاعت و عبادت مشغول میشتند. خب ما حالا چک میبینید در بالای معبد قرار داریم. در بالای همون بلندی که شما میبینید از دیوار ساختگیان این ستوپا میگن به زبان بودایی، لیکن اساسی معبد در درون است و بودایا از طریق راهی که در پایان وجود دارد ورودی همی معبد میشدند و رسم و مراسمی خودشون به اجرا می‌بردند، لیکن بعدتر عالمان ارخئولوژان محکم کردند و ما به او دسترسی متاسفانه نداریم. مسلماً پامیر را پایه مهر می‌خوانند. این گفته واقعیت نیز دارد. این همه در گفتار و رفتار و افکار مردم بدخشان برملا است. برای درک سنت و عنعنه‌های مردم بدخشان شنیدن قصه و روایت‌های شیرین کم است. برای آن را آموختن در بدخشان می‌باید بود و با سنت و رسوم و عنعنه‌های نجیب مردمش از نزدیک می‌باید شناخت شد. افسانه و روایت‌های شیرین و آثار عجیب را در دهه سرسبزی شیرگین می‌توان واخورد. دهه شیرگین را درختان زربید و سفیدداران بلند و سبزینت می‌دهند. جوسه بزرگ اژدری که طبق روایت از دست بهادر پیلتن به هلاکت رسیده است در همین جاست. آن را مردم تهجویی سنگ اژدر می‌نامند و تا هنوز با آن باورند که اژدر آتش نفس از ضربه تیغ بهادر کوهستانی دونیم شده به سنگ تبدیل یافته است. واقعا هم اژدرسنگ شکل اژدهای خفته را می‌ماند که جوسه بزرگش دو نیمه شده است. این یک دهه خیلی قدیمی است، خیلی یک تاریخی بای دارد، چیزهای خیلی قدیمی هم دارد، فرهنگی و تاریخی دارد. یکی از همین معجزه‌های همین دهه همین اژدرگر است، یعنی اژدهارسنگ میگوییم. یعنی اژدهارسنگ یک ما سرچشمه علمی نداریم، مثلا حقیقتا مثلا گواهی میدهند که مثلا اینجا اژدهار بوده است یا نه، چون که نداریم یگان سرچشمه مثلا تاریخی که مثلا علمی اساسناک باشد نیست. ولیکن روایت ها در بین مردم خیلی زیاد هستند. امین اژدهار امین مردم دهه را بسیار عذاب میداده است، برای که مردم باید اینا با همون غذای همون دائمی هر روزش باید تامین نمایند. روزی یک دختره که برای قربانی میارند، بعد همین قربانی در پیش همین اژدهار خواب میرود میمانند، بعد یک جوانمرد میآید، جوانمرد میآید خوابش میبرد. و وقتی که این اژدهار وقتی ساعت و بیداری همین اژدهار میرسد، این دختر گریه میکنه. بعد اشکای همین دختر بر روی همین جوانمرد میچکد. جوانمرد بیدار میشد، میگه چرا گریه میکنی؟
میگه به خاطر که از آذر اژدها بیدار میشود هر دوی ما را میخورد، شما روید از اینجا. بعد گفت که آرام باش، نترس، ما این کار رو حل میکنیم. بعد وقت بیدار میشد شمشیر دارد، بعد شمشیرش رو چی میکند؟ میسنجد. بعد اونم بالا با یک سنگ است که سنگی مثلا 2.5 شدگی. بعد سنگ برای شمشیرش رو میسنجد، همون سنگ 2 بلک میکنند. اژدها بیدار میشود، بعد با همون شمشیرش همین اژدها رو میزنند. این آوازش ما اگر میبینید این بین همین چیز بای است، یعنی پاره شدگی است در بین. بعد وقتی که بیدار میشد همین میکشد. بعد اینجا آب نبوده است، به خاطر که شمشیرش رو باید بشوید، بعد شمشیرش رو در زمین میزنند. اینا بالاتر اگر میرن یک 100 متر دیگر بالاتر چشمه هست. شما اگر مشاهده کردید بین همین چیزها، پهلوهای همین چیز کاواک ها هستند. این کاواک ها به خاطر چیز؟ به خاطر که مردم میآیند از همین سنگ میگیرند، میبرند نرم میکنند. این برای دردهای مثلا استخوان، زانو، میان گرم میکنند همین سنگ، بعد در میان یا زانش هم میبرند. این فایده بخش است. مردم هم هنوز هم اعتقادی که همین پیشینه بوده است هنوز هم اعتقاد دارند. گفتم که به خاطر که مثلا فکر میکنند که این یک خاصیت شفایی هم داره. بعد تا حتی روزایی میشود که میگفتن که مثلا این سنگ یک جایی که است، مثلا مردم میومد اینجا بعضی وقت قربانی هم میکردن. ده خودش هم یک جایی خیلی مقدس حساب میشد. تا حتی مردم هنوزم میگویند که وقتی مردم به امین دیه میخواستند وارد امین دیه میشوند، سوم اسبشان هم میشوشتند، همون پاهای خودشون هم میشوشتند، بعد بالا میبرادند. ما مردم در امین وخان ما را لوت میگن. لوت یعنی کوزه. این مردم کلالگر بوده است، یعنی کوزه میساختند. شما اگر امروز وارد دیده میشد خانه های زیادی را میبینید که مثلا همین کوزه هایی که مثلا در ای جایی مثلا امین وخان شاید پیدا تا حتی بدخشان پیدا نمیشود، ولی که همین جا هستند، در همین جهه موجود هستند. اینک موضع‌های دلفریبی زموتک، یمگ، ویچکود، شیرگین پشتی سر ماند. در پیش ما را یادگاری دیگری تاریخی ورشوم قلعه یا خود قلعه ابریشم انتظار است. سیاحت ما به سمت قلعه ابریشم صبح بر وقت آغاز یافت. از مرکز ناحیه تا قلعه ابریشم تقریبا 100 کیلومتر راه است، اما تا آنجا تل و تپه های زیاد و خم و دره های زیاد را می باید پشت سر کرد. راه ما از کنار کوهی بلند ابتدا می گیرد. راه کمبر و پر از سنگ و ریگریزه های کوهی از بالای خم و پشته های بلند گذشته سیاح را تا روستای دیرج راهنمایی می کند. خموشه به کوهپاره‌های ساکت و خموش همگی نام‌های عجایب و غلطی دارند. حدود این موضع رفته رفته تا بلندی 3000 متر از سطح بحر بلند می‌شود. هوای این موضع پاک و معطر و نکهت انگیز است. شاید به این خاطر که اینجا پیوسته و زود باران می‌بارد. بالاتر از دهه زانگ در روستای دیرج موضعی سبز و خرم است که آن را ساکنان تهجایی چیلتن می‌خوانند. درخت عظیمی پر از شاخه‌های پیچیده و سبز و خشک شهامت چیلتن را می‌افزاید. درختی عظیم تقریباً 1000 ساله است. شاخ و نوده‌های پیچیده و برگ‌هایش به درختان نادیر دهه زمود شباهت دارد. قد پیروهای کوهی دامنه‌های فراخ گسترده بلندکوه با درختان خوچ و زیتون پیش نظر جلوه می‌کنند. انبوهی بوته‌زاران خوچ و زیتون با طور زیج رویده به اطراف بوی خوش پهن می‌کنند. بالاتر از موضع چیلتن و تیر دیرج حوضی است که آن را مردم تهجایی حوض بیبون نام می‌برند. اطراف موضع چیلتن، حوض بیبون و تیر دیرج قصه های عجیب زیاد است. راه به جز از بوته و رستنی های زیاده که دست توانای طبیعت آفریده است، همچنین محصول زحمت مردمی زحمت دوست میدان های وسیع کشت کرتاشک را میتوان مشاهده کرد.
میدانهای کشت تا دامنه کوههای عظیم طول میکشند. میدانی وسیع کشت کارتوشکا، درختان گوناگون و دیگر زراعت پالایزی از مهنت حلال و صمیمی و صافدلانه مردم این منطقه بلندکوه شهادت می‌دهد. از پشت کوهی بلند گرد و اطراف را به خوبی میتوان مشاهده کرد. کوههای استوار منظره‌های دلفریب دارند. کوه و برزند پشت‌های پست و بلند گویا دست به دست همدیگرند و سپاهی سرافراز و مستحکم را به خاطر می‌آورند. تمام این شاهکاری‌های عجایب طبیعت همگی در مسافه تقریباً 3 یا 4 کیلومتر دورتر از زانگ شده است. اینجا طبیعت پیش نظر تماماً با دیگر رنگ در جلوه است. مشام را بوی سبزه و بوته‌های خشک و زیتون معطر می‌گرداند. معمولاً سیاح و یا نفری که بار اول به تل پشته و یا کوه می‌براید تیز خسته و مانده می‌شود، ولی اینجا خستگی را نمی‌توان حس کرد. منظرهای دلفریب و معجزه‌های آفریده طبیعت کس را نخسته بلکه متحیر می‌کند و نیرو توان می‌بخشد تا با اندیشه دیدن عجایبات نوبتی سیاح استوارانه به پیش قدم می‌بردارد. چشمه تا هنوز پدیدار نیست. آخرین صد و انا آن. لطافت ناتکرار کوهسار و منبع حیات. چشمه بیبون، به عباره دیگر معنای حوض بی‌تک را دارد. حوض بیبون در کف کوهساران مثالی یاقوت نظربا می‌درخشد. اصلا آن چشمه بزرگ است که آبی سرد و خنک از قعر کوهساران جوش زده بیرون می‌شود. اطراف حوض را انبوهی نی و قمیش دشت وسیع و سپس قطارکوهای استوار و عثمانبوس احاطه کرده است. کمی دورتر در کنار حوض بیبون خرابه‌های قلعه یا کوشک به نظر می‌رسد، اما آن قلعه ابریشم نیست. و تماشای موضع چیلتن و حوض بیبون سرگرم شدم، ما از قلعه ابریشم تماما دور شده ماندیم. برای یافتن آن ما را سرآغاز می‌باید اول به موضع چیلتن برگردیم، سپس به فاصله 7 کیلومتر پایین شده بعداً به سمت راست به دهه زانگ به محله ملبر برگردیم. دهه زانگ نیز دارای یکچند یادگاری‌های تاریخی است. دهه در بالای چشمه‌های گرم و سرد شفابخش ایستاده است و در ناحیه یکی از دهه‌های کلانترین محسوب می‌یابد. طبق گفته راهبلدان ورشم قلعه یا خود ابریشم قلعه، آتشخانه، دیرچوبغش و قرقلعه در همین گرد و اطرافند. خرابه‌های ابریشم قلعه هنوز از دوری‌ها به نظر می‌رسد. تا آنجا پای پیاده می‌باید رفت. ابریشم قلعه در کمر کوه در طرف چپ درگاه درگو بنیاد یافته است. دیوارش توسعه 4 متر بلندی دارد. آن مساحت 1200 تا 1300 متر مربع را اشغال می‌کند. این قلعه از لحاظ استراتژی خیلی مهم برای کوشانیان بود، زیرا که آن موضعی که یا که محله که دریای پامیر و دریای وخوندریا با هم یکجا میشدند و کاروان‌های تاجران و راهبان که از طریق این سرحد وخان بعد این طرف دریا میگذشتند آنها را نظارت میکردند. اطراف دیج مستحکم ملکه صاحب جمال رخشانه و پسرش لعل روایت و افسانه های زیاد است. ساکنان تهجوی مطمئنند که لعل شهرت یار بدخشان که تاج بیشتر شاهان را زینت می بخشد نام پسری رخشانه را دارد، چرا که این سنگ قیمت بها و نادر را بار اول پسر ملکه لعل از کوهی بلند یافته است. رخشانه خیلی جوانزن زیبا، دلیر و شجاع و دائم در دفاع وطن مرز و بومش تیار بوده است. یک پسر داشته است به نام لعل و توسط خدمتگاران و دیگر نوکرانش این شاهزاده را میگریزانند به طرف ملک غاران. یکی از
شاهان چترار گویا این هم باز البته موافق روایت ها به این موضع لشکر میکشد. قریب یک موافق روایت ها یک هفته لشکر رخشانه با لشکر شاه چترار جنگ میکنند و در آخر رخشانه شکست میخورد و آنها قلعه را میگیرند. خب لعل باشه در ملک غوران در یکی از خانه و یکی از شاهان اون محلی غوران خدمت میکرده است به حیث چوپان و روز به کو میبراید با رمه و سنگ رو پیدا میکنند. سنگ خیلی زیبا و سنگ خیلی به نظرش قیمت میتابد و پیش همون شاه میارد و میبینند که سنگ خیلی قیمت با است و نام سنگ رو میمونند لعل از نام همون پسری رخشانه. طبق سرچشمه‌های تاریخی یک شاخه راه بزرگ ابریشم از این موضع می‌گذشت. راه حرکت میان دولت‌های شرق و غرب توسط وادی وخان سیرودان بود. در قلمرو آن عقبه و جری و کوه‌هایی که سد راه مسافران می‌گردید کم بود و از هر دو ساحل دریای پنج کاروان‌های زیاد حرکت می‌کردند. طبق گفته‌های مورخان در خط سیر چین، پامیر، وخان، بدخشان، بلخ بیشتر تاجران بار می‌کشاندند. راهی کوتاه‌ترین اروپایی‌ها به سمت چین و پیروان آیین بودایی بین هندوستان و چین نیز از همین خط سیر می‌گذشت. دهه لنگر دهه الحال چنین نام برده می شود. آن پیشتر با نام کیخان یا خود کیشان نیز معروف بود. دهه لنگر با نگاره‌های تاریخی روی سنگ یا به اصطلاح پتروگلیف‌های تاریخی در مملکت و بیرون از آن شهرت یار است. تصویرهای تاریخی را در روی سنگ‌های بیشمار در بلندی 2700-3500 متر از سطح بر می‌توان یافت. تا آنجا پای پیاده می‌باید رفت. آنها نگاره‌های تاریخی روی سنگ. پتروگلیف یا نگاره‌های تاریخی روی سنگ یگانه صنعت هنری انسانیت‌اند که در آنها جنبه سیاسی کمتر به نظر می‌رسد. در آنها بیشتر جهت اقتصادی و اعتقادی حیات انسان مطرح می‌گشت. در بین پتروگلیف‌های تاریخی میتوان هم تصویرهای عهد سنگ و هم تصویر زمانی معاصر را دچار آمد. صنعت تصویرهای روی سنگی را به اثرهای گوناگون منسوب می‌دانند. به قول باستانشناسان معروف تا امروز در کوهستان سوات و گیلگیت، خونزه و لدک، افغانستان و تیبت که از جهت جغرافی به پامیر بلندکوه شباهت دارند، پتروگلیف‌های تاریخی با چنین تعداد زیاد پیدا نشده‌اند. امروز ما از به همین نگاره‌ها نگاه کرده یعنی می‌آموزیم، تاریخ را می‌آموزیم. آن زمان مثلا وقتی که اینا را نگاره‌ها را می‌دیدن یا شاید می‌کشیدن، شاید برای همون نسل آینده یا نسل همون خودشان اونا تعلیم می‌دادن مثلا شکار چگونه باید باشد. یعنی خصوصیت‌های تعلیمی و دیداکتیکی همون زمان را انعکاس می‌کند. وخان باستان ناحیه ایشکاشیم را میتوان به یک آثارخانه زنده شباهت داد و آن را عالم افسانه و معجزه ها نامید. دلخواه سیاه را عالم گرد و اطراف تسخیر میسازد. کس حیرت زده به اطراف نظر میدوزد. تنها تصور کنید نیاگان ما در این کوهستان سنگین در رابطه و هماهنگی با چنین محیط مرکب اما برای زیست مناسب را اختیار کردند. آنها آرزو و آمال، میل و خواهش، اعتقاد و دیگر طلبات مادی خویش را در روی سنگ تصویری و حکاکی کردند که برای ما چون سرچشمه‌ای با ارزش تاریخی باقی مانده است. و روی همین نگاره‌ها خیلی یک چیزای قدیمی هست که مثلا محققان، مورخان زیاد خصوصا مورخان روس در این باره زیاد نوشتند و یکی از آنها رانوف است.
این پتروگلیف ها را در همون مقاله خودش می نگارد که اینها از نگاه تاریخی همین نگاره ها را به یک چند قسمت تقسیم نموده است. قسمت های اولشون که خیلی تاریخی هستند به 1000 سال پیش از میلاد تعلق دارند و یکی از همین خصوصیت های خاصی همین نگاره ها در آن است که همون زمان همون آدم ها محیط اطرافشان، ذهنشان، مثلا تخیلات خودشان را مثلا روی سنگات تصویر میکردن، اما حیات هر روزهشان. چنانکه شما مشاهده نمودید اونجا به صورت مثلا بوزای کوهی است، مثلا صورت سگ دیدیم، صورتی مثلا مردی را با کمان دیدیم که این یک همون مفهوم شکار، یعنی همون تصویر، همون چیزی که خیال میکردن محیط اطراف میدیدن، اونا در همون روهای سنگ نگاره ها تصویر میکردن، چنانکه ما امروز میکنیم. دهه لنگر آثارخانه هم دارد. آن را آثارخانه شاه قنبر آفتابی می‌نامند. آثارخانه در ساحل درگاه کیخنجرو قدقدی راه ماشینگرد بنیاد شده است. بازیافت و نگاره‌های آثارخانه شاه قنبر آفتابی از حیات و روزگار، صنعت و هنر و مدنیت بالای مردم سربلند در طول سالیانی زیاد تا امروز برای ما قصه‌های دل‌آویز می‌کند. اشیای گوناگون روزگار دلیل حوصله و ذوق بلندی هنرمندان کوهستان است و دلیل آن است که هنر سنگ تراشی، دوریدگری، بافندگی و چوب تراشی در قلمرو این منطقه بلندکوه به طور وسیع رایج بوده است. ارزش‌های تاریخی مدنی مردم آریایی در چنین کوهستان بلند تا امروز حفظ شده از قدیمی بودن این گوشه خاک تاجیکستان بشارت می‌دهد. از پشت کوهی بلند گرد و اطراف چون کف دست می‌تابد. اطراف همه کوهسار. گویا دشت و دامن‌های فراخ و گسترده دست و پا به هم کشیده به یک وجودی استوار و مستحکم تبدیل یافتند. انا سرگه دریای پنج. دریای پنج از دریای پامیر و از دریای وخان ابتدا می‌گیرد و من بعد آرام و ساکت جاری شده وادی را دو تقسیم می‌کند. دریای پامیر و زارکول آغاز می‌یابد و تا اینجا 130 کیلومتر راه را می‌پیماید. انا از آن طرف از سمت مقابل دریای وخان پایین می‌شود. وخان دریا سرابش را از عقبه وخچیر هندوکش گرفته راه میدان‌های گسترده و دهه سرحد را پشت سر گذاشته تا به اینجا می‌رسد. انا در همین جا دریای پامیر و وخان به هم می‌آمیزند و راه با دریای غند و برتنگ یک جا شده پنج ناآرام را ابتدا می‌بخشد. دریای پنج شاهد عهد باستان با هزاران قصه و داستان، منبع حیات و افکار نجیب. نوای دریا از پیکار انسان با خود و طبیعت قصه می کند. پیرامونی محبت و مهر. این همه را پنج ناآرام پشت سر گذاشته است. دریا مردمی را قسمت می کند که برای زمین گریبانی هم می گرفت. در ساحل‌هایش آدمان مسکن یافت. کنار دریا به شاهراه مهمی تبدیل گشت و ترقیات وخان کهن را آغاز بخشید. این است داستان دریا، یک شاخه راه بزرگ ابریشم و مردمی که در کنار دریا عمر به سر بردند. قصه آنهایی است که آب و خاک این سرزمین اجدادی را از بنیاد تا امروز مقدس داشتند. سیاحت ما به یک گوشه زیبای دیار با کوههای پراسرار به سرزمین کوه و دریا به یک شاخه راه بزرگ ابریشم انجام یافت. دلخواه نفری که بار نخست به اینجا پا می نهد او را دوباره خمار تماشایش می گیرد. این موضع باستانی را به قاموس زنده صنعت و هنر نیاگان می توان نسبت داد که از قیمت بی‌بهای تاریخی، باستانی و هنرهای ملی زیاد برخوردار است.
اینک در ایام استقلالیت و شکوفایی مردم صاحب خیرات و زحمت دوست دیار باستانی با دلی سرشار از مهر و محبت چون یک پنجه مستحکم با هزاران هزار افراد وطن دوست و بیدار دل رو به سوی پیروزی و نشاطند. مطمئنند که در ایام استقلالیت بخت و سعادت با آنهاست. این مردم را سعادت و نشاط در پیش است و قصه های کهن دلاویز، آهنگ و نوای باستانی در فضای پاک و آسوده مملکت با شرافت فرزندان فرزانه 100 ساله ها، 1000 ساله ها جاویدان خواهد بود. این همه معجزه های طبیعت، زیبایی های حیرت انگیز، یادگاری های کهن تاریخی و نزاکت و هنر بانوان را میتوان تنها در یک گوشه سرزمین جوان و کهن بنیاد بیشتاسا و نگین تاج دنیا واخورد که آن را نام تاجیکستان است.